ناو هواپیمابر یس جرالد رفورد جدیدترین و پیشرفته‌ترین کلاس ناوهای هواپیمابر ایالات متحده است و به نوعی نماد نسل آینده قدرت دریایی محسوب می‌شود. این ناو که به نام رئیس جمهور سابق آمریکا، جرالد آر فورد نامگذاری شده، اولین کشتی از کلاس فورد است و جایگزین تدریجی ناوهای کلاس نیمیتس خواهد شد. برای درک اهمیت این ناو، باید بدانیم که ناوهای هواپیمابر در استراتژی نظامی نیروی دریایی ایالات متحده نقش ستون فقرات قدرت تهاجمی و بازدارندگی را دارند. آنها در واقع پایگاه‌های هوایی شناوری هستند که می‌توانند بدون نیاز به خاکی کشور، عملیات هوایی گسترده انجام دهند. ابعاد و مشخصات کلی. جرالد آر فورد یکی از بزرگترین کشتی‌های جنگی تاریخ است. طول آن بیش از 330 متر و وزنش حدود 100,000 تن است. این ناو با 2 راکتور هسته‌ای کار می‌کند، یعنی می‌تواند سالها بدون نیاز به سوختگیری مجدد در دریا فعالیت کند. همین ویژگی به اون برد عملیاتی تقریباً نامحدود می‌دهد و باعث می‌شود بتواند در هر نقطه‌ای از جهان حضور داشته باشد. از نظر خدمه، این ناو حدود 4500 نفر شامل ملوانان و پرسنل هوایی را در خود جای می‌دهد. در واقع این کشتی بیشتر شبیه یک شهر کوچک شناور است، با سیستم‌های پیچیده انرژی، پزشکی، آشپزخانه‌های صنعتی و حتی امکانات تفریحی. فناوری‌های پیشرفته. یکی از جذابترین ویژگی‌های جرالد فورد استفاده از سیستم پرتاب الکترومغناطیسی هواپیماست که به اختصار EMAS نامیده می‌شود. برخلاف سیستم‌های بخاری قدیمی، این فناوری به هواپیماها اجازه می‌دهد نرمتر و سریعتر از عرشه بلند شوند و فشار کمتری به بدن وارد شود. این یعنی هم عمر هواپیما بیشتر می‌شود و هم نرخ پروازها افزایش پیدا می‌کند. همچنین این ناو دارای سیستم راداری پیشرفته است که می‌تواند همزمان صدها هدف را ردیابی کند. طراحی جزیره یا برج فرماندهی اون هم نسبت به نسل‌های قبلی کوچکتر و عقب‌تر قرار گرفته تا فضای بیشتری برای عملیات پروازی فراهم شود. قدرت عملیاتی. ناو جرالد فورد می‌تواند بیش از 75 هواپیما و بالگرد را حمل کند، از جنگ‌دهایی چند منظوره گرفته تا هواپیماهای هشدار زود هنگام و جنگ الکترونیک. این ترکیب باعث می‌شود ناو بتواند طیف وسیعی از مأموریت‌ها را انجام دهد، از حمله دقیق و پشتیبانی هوایی گرفته تا دفاع هوایی و عملیات اطلاعاتی. در واقع، حضور یک ناو هواپیمابر در یک منطقه معمولاً به تنهایی پیام سیاسی و نظامی قدرتمندی ارسال می‌کند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این ناوها بیش از آن که ابزار جنگ باشند، ابزار بازدارندگی و نمایش قدرت هستند. هزینه و چالش‌ها. ساخت این ناو بیش از 13 میلیارد دلار هزینه داشته و آن را به یکی از گرانترین سلاح‌های تاریخ تبدیل کرده است. البته توسعه فناوری‌های جدید باعث شد پروژه با تأخیر و افزایش هزینه روبرو شود. اما هدف این بود که در بلندمدت هزینه‌های عملیاتی کمتر و کارایی بیشتر داشته باشد. نقش در ژئوپلیتیک و تنش‌های منطقه‌ای. وقتی درباره ناوهای هواپیمابر آمریکا صحبت می‌کنیم، نمی‌توان از نقش آنها در مناطق حساس جهان چشم‌پوشی کرد. حضور چنین ناوهایی در خاورمیانه معمولاً به عنوان نشانه‌ای از افزایش آمادگی نظامی یا ارسال پیام سیاسی تلقی می‌شود. در سناریوی فرضی تنش یا حتی درگیری احتمالی میان ایران و آمریکا، ناوهایی مانند جرالد فورد می‌توانند نقش کلیدی در ایجاد برتری هوایی، اجرای حملات دوربرد و پشتیبانی از نیروهای متحد ایفا کنند. البته بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که چنین درگیری مستقیمی به دلیل هزینه‌های بسیار بالا و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی، سناریویی است که همه طرف‌ها معمولاً تلاش می‌کنند از آن اجتناب کنند. به همین دلیل، حضور این ناوها بیشتر به عنوان ابزار بازدارندگی و فشار دیپلماتیک دیده می‌شود تا مقدمه‌های قطعی برای جنگ. آینده ناوهای هواپیمابر. کلاس فورد نشان می‌دهد که آمریکا همچنان به نقش ناوهای هواپیمابر در آینده جنگ‌ها باور دارد، حتی در دورانی که موشک‌های مافوق سووت و پهپادها تهدیدهای جدیدی ایجاد کرده‌اند. تمرکز این کلاس بر اتوماسیون، کاهش خدمه و افزایش نرخ عملیات هوایی است، یعنی کارایی بیشتر با هزینه انسانی کمتر. برخی تحلیلگران معتقدند ناوهای هواپیمابر در آینده بیشتر به مراکز فرماندهی شبکه‌ای تبدیل می‌شوند که پهپادها، جنگنده‌ها و سیستم‌های فضایی را هماهنگ می‌کنند. جمع‌بندی.
ناو جرالد آرفورد فقط یک کشتی جنگی نیست، بلکه نمادی از فناوری پیشرفته، قدرت صنعتی و استراتژی نظامی مدرن آمریکاست. این ناو نشان می‌دهد که چگونه ترکیب انرژی هسته‌ای، سیستم‌های دیجیتال و قدرت هوایی می‌تواند یک پایگاه متحرک فوق‌العاده قدرتمند ایجاد کند. در عین حال، حضور آن در مناطق حساس جهان یادآور این واقعیت است که ابزارهای نظامی بزرگ، علاوه بر کارکرد عملیاتی، نقش مهمی در معادلات سیاسی و بازدارندگی دارند، مخصوصاً در مناطقی که تنش‌های ژئوپلیتیکی مانند روابط ایران و آمریکا، همچنان یکی از موضوعات مهم امنیت جهانی محسوب می‌شود.